امروز میخوام یه غذای خوشمزه با هم دیگه درست کنیم. ترکیب این خورشت قیمه و این سیب زمینی های ترد بی‌نظیره. بریم با هم دیگه درستش کنیم. پیاز رنده شده را به همراه ادویه کاری و نمک با گوشت چرخ شده میکس میکنیم و گوشت را گردی شکل درست میکنیم و به مدت نیم ساعت در فریزر میذاریم. بریم برای درست کردن خورشت. پیازا رو ریز خورد میکنیم. پیازا که کمی سبک شد رو به گوجه را به آن اضافه میکنیم. آلوچه، لیمو عمانی، ادویه کاری، فلفل، زردچوبه، نمک و علفه آبپز شده اضافه کنید و بذارید خوب جا بیفته. در آخرم زعفران و بهار نارنج اضافه کنید.